پدر ای پیری بر نادل، توی عاشق ترین دل دار. برای راحتی روحم به سرداری شوق کار. پناه با زبان تو مرا امید و دلگرمی. تو رحمانی در این دنیای بیرحمی. با قلبم مرهمی دردی و درمانی. با جانم سایه امید و ایمانی. با چشمم جلوه پرنوری یزدانی. پدر جان معنی زیبای انسانی. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. شبانگاهان که می آیی گه سردست دستانت. ولی گرم است جمع ما کنار سفره نانت. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی، منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایاب. پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران، پدر طوفان، پدر سر به سر دربار. پدر با بندگی دریا، پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز جماعت تبریکاتی شهنان برای تبریک کردن به خانواده یکی از آن ابرمردان دهه آهلیک نرزالله که طول چندین سالها در مسافرت مهنت کرده. همراه عائله‌شان البته میرم خاله برای رونق و رواجیابی، برای فراوان زندگی کردن فرزندان تا دم پیری در مسافرت مهنت کرده آمدند. امروز باشد جشن زادروز دارند. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام گلدان آیتی، نجات اکا، گلچمن آیتی، گلجهان آیتی، از نام کلیم پاشا، معرفت آیتی، از راه دور از نام نبره‌شان فاروق جان و از نام تمام نبره ها تبریک بگویم. همراه شمایان به هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، السلام علیکم مادران، خویش و تبار دوستان، مهمانان خانواده نرزالله. همه شما را به جشن زادروز به روز تولد نرزالله خوش آمدتان میگویم و برای ما لازم است نرزالله ابراهیم میرم خاله برایش تا خرسک بزنیم و نظام تکلیف میکنیم. بید نرزالله کنیم آبا مرحمت. زادروزتان مبارک. بید پیش آبا مرحمت. پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد.
مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را، مولود خودسته را برایتان مبارکباد میگویم. امروز برنامه‌ای که آمدیم شما تبریک کنید. ما چیکار تبریک میکنیم؟ سلام نیستای. من یک parça kediler nestan. Baştan saloda sohbet ediyorum. Hem de kotona rahma. Şu anda Nuri da toysa. Hay akut çıkan meguftan ki da musafiri ki gashti بعد از اویا میفهمی خیلی شاو خونه میری روز خونه میری چی میگی فرزند میگی بچه میگی چاقه میگی زندگی میگی زندگی نه ها خیلی بودای منم ببخشه هم یکوتون هم یکوتون خوش آمده هم موتون نرزولامک خودشان تاکید کردند دلشان البته فهمید که از نام بیرام الخلا حاضر بیرام الخلا که صحبت کردیم نرزولامک گفتند که ما طوری چندین سالها مسافری به یک جای گشتیم این تقدیر بوده است بعد که انسان صاحب فرزند نشده است برای فرزند به همه چیز تیار بوده است ما همین چند سال عمر را در مسافری گذرانیدیم خدا با شکر دم در کار دم مانند خودتان گفته در راه جشن زادروزی مرا امکت را فرزندان را جشن میگرفتیم و طریق تلفن دیده به دیده رسیدگاه نرسیده تبریک میکردیم هزاران شکر که انبخیل مرد در سر من هستند شکر میگویم که با این مرد آیله بستیم صاحب فرزند شدیم خدا با شکر صاحب نبیره های به شمار هستیم همیشه صحت سلامت در سر من در سر فرزندان در سر نبیره ها گردند و همیشه ساق سلامت گردند یک تا شوخی کردم گفتم که اگر همه چرخی فلک باز بیاید نرزولامک من امریکا و یا نرزولامک هندوستان و دنیا با بیاید من خودم پیاده رفته زوجی مانده توی میشم مکسبه خندیدم و چوه گفته پرسیدم برای مهربانی برای خوشبختترین آیله و فرزندان اصیل بودگیشان با شکر لایقه یک گپش است اگر یابم جوانی ای دوباره تو را تنها تو را میخواهم و بس به هر قیمت به هر قسمت که باشد تو را هرگز نخواهم داد بر کس هیچ وقت از همدیگر دور نباشید دمی پیری به دولت پیری دهد اگر مسافری به تا دمی پیری خدمت کردید خدا کند که به زیارت کعبه الله نصیب کند خدا کند که همیشه صحت سلامت گردید امروز فرزندان عزیز گلدان آیتی نجات اکا گلچمن آیتی گلجهان آیتی کلین پاشا معرفت آیتی از مسافرت فروخ جان شما تبریک میگویم برای دادا جان ما رسانید که در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر من کتابی ناب پندم از دعایت ای پدر یک قدم از گفتت بیرون نماندم پای خود نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر دعای نیک پدر را گرفتم خدا با شکر من راه با میگردم میبینم نجاتکه هیچ وقت خسته نباشند همیشه در سر ما دعاگوش نگردند زادروزشان مبارک باشد حاضر باشد در اینجا از نام نبیره ها پرتریت داریم برای بابا جان عزیز یک جای تقدیم میکنیم زادروزشان مبارک باشد مرحمت تقدیم میکنیم مرحمت قبول کنید
البته برای نرزولاما کتاب داریم برای البته اماجانی عزیزم تقدیم میکنیم. عزیزم مرحمت کتاب را بینید یک جای همه یک آیله شده و زیارت کعبه طلا رفته نصیب کنند. عزیزم مرحمت قبول کنید کتاب را. مبارک باشد، زادروز مبارک. و البته میخواستیم فرزندان همه آمویانشان به نزدیکتر استیم. مرحمت همه فرزندان را باید نزدشان تکلیف میکنیم. کلین پاشا معرفت دایتی مرحمت شما را نیز تکلیف میکنیم یانشان به یک جای شیرینی را میبریم از آن تنور میکنیم. 60 سالگی جشن زادروز مبارک باشد. مرحمت همه ما یک جای شیرینی را میداریم. مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. مبارک باشد. کلین پاشا معرفت دایتی امروز از درون دختران کلام از شما هم از نام خود هم از مسافرت از نام مادرتان از نام نجاتکه از نام گلدان آیتی وقت تبریک میکنند بعد با دختران دوام میکنند. مرحبا شما جمعیتاتون درگاهی بابا من امروز زادروز محمد ما جشن بسته و وقتی میداریم 100 ساله شبن مامایسای چوبه که گرفته سری مامان به همه وقت سایه بان شده گردم هیچ وقت خسته نشده ایلایم 100 ساله شده بیوان که خوشت پیر شده با یک بار دیگر هم یکاتون خوش آمده درگاهی مامان رحمت گلچه مرایتی مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده میدادی من با بیجانم با بدم ایلایم سک بدرویم بیم که خوش پیری به دولت شوم دادا جان تبریک میکنم 120 ساله شده چی میاد داره الهی میاد نکن تو برسته این تو سر بیا بلایش بیند کنه الهی خدای میکنم بیمم ساخت سر آمد رفت بیان ساخت سر آمد یک بیان سرکامون با اکمان رای دور باید می اکمان تبریک میکنم تونم هیچ وقت سر نشوه سرکامون با اما جانی عزیز عزیزم مرحبا. سلام علیکم خوش آمده بر درگاهی ما کجا نشینید سر بدارم خوش پیر شبه خیلی رفته همو خیلی سلامت رو بادا بیا بسند و لایق کنه دردنه که نبیر اما مقصد سلامت کنه ای سمید جاده خود بیرم بایرام خونه شعر میخونم حسینه مرحبا. السلام علیکم مهمانای گرامی خوش آمده به درگاه ما خدایان مولای
7 ساله شدم ولی مامان صبح سلامت گردم نیت دارم نیت آرزوهاشو برسانی رو سری مامان کردی نبرم باید سری دکتراشون باید سری کستن کنه کردی سلامت گردم نیت تبیگیتون برسانی رو رحمتی تمام خوش آمده باید خوش آمده بدرگاه مامان رحمت سلامت را دوام میکنم. لالا خالا پیر شوم پیری با دولت شوم چی مراد مقصد نیکی دارم با مراد مقصداشون رسم الهیم حاجی بابای حاجی آنه شوم همچه شتگیایم چی مراد مقصد نیکی داشته باشم با مراد مقصداشون رسم خوجه که زیر بابام نظر کنن مراد اولای مراداشون حاصل کنن هم یکاتون چی آرزوی حوث داره آرزوی حوثاتون برسه خوش آمده نور دیده تاجی سر رحمت و دقت چراغی خانه ایمن مزارم را به چشم کم نبینه 1001 خوشه دارد دانا ایمن مهمانان عزیز امروز با ما در اشتراکشان برای تبریک سعادت رایه کلید هر ملاقات شاهد دوست است پیر برنا از آنجا که باید دستان و به زبان مردم السلام علیکم رحمت کنید نبیره ها تبریک میکنید با شوخیقا گذراندگی از روی ما تبریک بیدون مونا رقص و دعوت کنید گفتن خیلی اگر نوی آینده باشد مرحمت از روی همسیفان مرحمت تکلیف میکنیم سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت عبدالحفیظ امک مرحمت یعقوبوف مرحمت السلام علیکم من از نوعی هم بابای تو بیوی عزیزم اون روزی زادروز از تبریک میکنم از زورا جان چی که نیاز داری نیاز دارم اگه سفره دورم بس کردی اگه بابایش نه من اینجا بگردیم من کی کامون میکنم کابینا دندون داره دیست شمیتی هست دیست نشه من دوره بگرده که با شو تمام رحمت سلامت باشد اکنون همسیفان را خیش و تباران را همه نزدیکان را برعکس تکلیف میکنیم بر همه صورتهای شیخ یک جمع میرقصه مرزولامت زادروز مبارک باشد 120 ساله شوید خدا کرد در سری فرزنده همیشه صحت سلامت گردید مرحمت شبنم گلنا بیا ببالینم وای آجو برار بیا ببالینم شبنم گلنا بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنا بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنا بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم ای بابا بهار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم Shabnam Gulnar,
Say
اینک بیننده های عزیز، نرزالله که از مسافرت آمدن در جشن زادروز 60 سالگیشان این بینید که خداوند برای ما نصیب کرد تبریک کردن. امروز پدر عزیز خاندان را از نام فرزندان از نام عائله‌شان که در مسافرت است تبریک کرده، لحظه های خرسندی را همراهی شما با هم دیدیم. خدا کنه در سر فرزندان همیشه صحت سلامت گردن. زادروز مبارک، سلامت باشید، روزی نغز ببینید. رحمت. بله. رحمت. سلامت باشید. رحمت جیگرم. بله. سلامت باشید. رحمت. Assam.